خب اصلا من یک ترسم فرا میگرفت چرا مردم از سرزمین خودش میگریزد. ولی میتونن بگیم که ولی عاقبت این مردم چی است در خارج از کشور؟ اونا را یک زندگی خوب منتظر است یا که با گشته و به همون سرزمین خودشون میخوان بیان؟ چطور؟ اینا مسئله میدان هوایی افغانستان 5000 اساکیر امریکایی آمد. شما 5000 نمیتونستین 4000 تروریست طالبانی که با موتورسیکل سوار بودن نابود کنین، یا خواستین که هزارها گنج و نخبه و آینده وطن ما را تخلیه بکنین ببرین به سرزمینای خودتان؟ اینا همش خیانت‌های تاریخی است. تاریخ گواه این جنایت تاریخی. کسایی که دادی از حقوق بشر میزنن ما خود بودیم. ما نسل یک برنامه بود که باید این برنامه است. همگی میدونه برنامه است. همگی رو میدید کدرها را بردن. اینا کسایی هستن که قلب حشک ما میگیره که کشور سرزمین زیبا و با و اجدادی ما را تسلیم تروریستا میکنین و نخبه ها و نسل آینده وطن ما را به کشور خودتان میکنین. بسیار ببخشید. امی وجودی که امی شما